الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، وعلى إمام الموحدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه ششم از آموزش توحید می باشد. ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه ما به شما در موضوع خوف از شرک، یعنی ترس از شرک، صحبت خواهیم کرد. برادران و خواهران عزیزم، بارک الله فیکم، در 5 حلقه گذشته به شما بیان نمودیم که توحید اهمیتی بزرگ دارد، فضائل زیاد دارد و هر کسی که تحقیق نموده است توحید را البته بدون حساب و بدون جزای داخل جنت خواهد شد. اما بدانید که اینچنین یکی از صفاتهای بزرگ اهل توحید این ترس از شرک است و ترس از شرک انسان را نجات می دهد. چرا موضوع را ما به این نام انتخاب کردیم، ترس از شرک؟ شاید کسی سوال بکند که می شد که بگویم ترک شرک، ترک نمودن شرک. برای آن که الخوف من الشرک، ترس از شرک، این عمل قلب است. ترس این عمل قلب است. وقتی که انسان در دلش حقیقتا از شرک می ترسد، بعد اثر ترس، میوه ترس به وجود می آید. ترک شرک، پرهیز نمودن از شرک، یعنی اصلی نجات، اصلی دور شدن از شرک، ترک نمودن از شرک، این ترس از شرک است. وقتی که انسان از شرک می ترسد و می داند که شرک عاقبتش جهنم است و می داند که شرک را الله نمی بخشد و می داند که شرک تمام عمل انسان را نابود می گرداند و می داند که انسان به سبب جهل اگر به شرک واقع شود مشرک خواهد شد، پس بعد از این او همیشه احتیاط می کند، خودش را احتیاط می کند که بناگاه به شرک واقع نشود و حتما شرک را ترک می کند. برای همین ترس از شرک معنایش بزرگتر از ترک از شرک است. ترک شرک این میوه از میوه های ترس از شرک است. برای همین امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیح بخاریشان در قسم توحید اینچنین بابگذاری کردند، ترس از شرک. و اینچنین شیخ مجدد الدین محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب توحید که خودشان تألیف نموده اند، باب 4 را، موضوع 4 را، الخوف من الشرک، ترس از شرک، خوف از شرک نامیده اند. بارک الله فیکم. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، همان وقت انسان موحد می شود که از شرک بترسد، از شرک احتیاط بشود و شرک را ترک نماید. همان وقت انسان از اهل توحید می شود، موحد می شود که شرک را بشناسد و از شرک دور بشود، از اهل شرک هم براءت اعلان بکند و دور بشود و مشرکین را مشرکین بگوید و تکفیرشان بکند. انمین ایمان اهل توحید را، توحید اهل توحید را
کامل میکند و انسان را از جمله اهل توحید میکند. بله، این موضوع خوف شرک، خوف یا ترس از شرک با موضوع حلقه های درسی ما توحید چه تعلقی دارد؟ تعلقش، علاقهش این است که ضد توحید این شرک است و ما در بیان علم یک قاعده علمی داریم که در اینجا علما بیان میکنند یعرف الاشیاء بضدها، چیزها به ضدش شناخته می شود. ما به شما می خواهیم که توحید را بیان بکنیم و می خواهیم که توحید را بشناسیم و بفهمیم. پس باید ضد توحید را که شرک است بیاموزیم، بشناسیم، بفهمیم و بعد از فهمیدن بترسیم، ترک نماییم و خودمان را حمایت از شرک و مشرکین میکنیم. ببینید، هر یک چیز همان وقت حقیقتش را شناخته می شود، همان وقت 100% شناخته می شود که ضدش را هم انسان بشناسد. برای همین ما وقتی که به شما لا اله الا الله محمد رسول الله را بیان نمودیم، کلمت التوحید را گفتیم اله حق الله است و ضد این الههای باطل است. کفر بالطاغوت یعنی ضد اله حق، ضد الله است. و تمام شرط های صحت لا اله الا الله علم، یا که علم بله ضدش جهل است. علم چیست؟ ضدش جهل، یعنی جهل یعنی ضدش علم. با همین فهمیده می شود که علم فهمیدن و دانستن است، جهل بیخبری و ندانستن است. یقین یعنی ضدش شک و شبهه، یقین یعنی 100% دانستن و هیچ شک و شبهه نآوردن. صدق ضدش کذب، دروغ. راستین ضدش دروغین. قبول ضدش رد. اخلاص ضدش شرک. انا همچنین توحید که به عباره دیگر اخلاص گفته می شود، یکتاپرستی ضدش شرک است. شرک یعنی نبودن اخلاص، یعنی بجز الله چیزی دیگری را عبادت نمودن، بجز الله چیزی دیگری را دعا کردن، به الله شریک قرار دادن، به الله چیزی را برابر کردن، این شرک است. پس وقتی که انسان خودش را از اهل توحید می داند اما شرک را نآموخته است، نفهمیده است و نمی شناسد، او بداند که از اهل توحید نیست و این دعوایش دعوای دروغین است. چرا که کسی که شرک را نمی شناسد شاید در شرک زندگی بکند، اما از سبب این که نمی شناسد، نمی فهمد، نآموخته است، نمی داند که مشرک است. برای همین اهل توحید تمام جزئیات شرک را می آموزند، می فهمند و بعد از این از شرک خودشون را پرهیز می کنند. شرک را البته ترک می کنند، پرهیز می کنند و می ترسند و همیشه از الله دعا می کنند که الله مرا، فرزندان مرا، اهل عائله مرا، برادران و دوستان و مؤمنین را از شرک نجاتمان بده. و همیشه استغفار می کنند الله دانسته و ندانسته شرکی که به تو انجام دادیم اون را ببخش، ما را ببخش. استغفر الله، استغفر الله. پس از همین جهت علاقه شدید به توحید دارد. کسی که شرک را نآموخته است او توحید را نآموخته است و نفهمیده است و نشناخته است. اما ما در این حلقه به شما کاملا شرک را بیان نمی کنیم، بلکه ما در اینجا موضوعمون ترس از شرک است. به شما آیات و احادیث ها را برای احتیاط شدن از شرک، ترس از شرک بیان میکنیم و البته مسائل های شرک را در حلقه های آینده در جای خودش بیان میکنیم. پس برادرم،
و خواهر بزرگوارم، توحید چیست؟ البته ما در این موضوع حتما در حلقه 2-3 حلقه بعد به شما بیان میکنیم، اما بدانید که توحید این یکتا پرستی است. یگانه دانستن الله در عبادت، یگانه تنها و یکتا الله را عبادت نمودن. عبادت چیست؟ عبادت تمام اون عملهایی که الله از همون عملها خوشش می آید، انجام اون عملها را دوست می دارد. این عمل خواه از زبان باشد، خواه فکر قلبی و اعتقادی باشد، خواه عملی باشد. هر عملی که الله از اون عمل خوشش آید، این عمل را دوست دارد، پس این عبادت است. عبادت ببینید، الله از سجده و رکوع خوشش می آید، آیا این عمل را دوست می دارد؟ بله دوست می دارد، پس این عبادت است. دعا کردن، دست را برداشته دعا کردن یا نبرداشته دعا کردن، عموما این از این عمل الله خوشش می آید، این عمل را دوست می دارد، بله پس این عبادت است. صله رحم، صدقه دادن، اطاعت کردن، حکم کردن، همه این عمل ها عبادت است. پس وقتی که انسان همین عبادت ها رو تنها و یکتا به الله انجام میدهد، این موحد است. اما وقتی که همین عمل هایی که الله این عمل ها رو دوست می‌دارد به غیر الله انسان صرف بکند، پس این مشرک است، این موحد نیست. پس توحید یکتا پرستی است. اهل توحید کسی که از اهل یکتا پرستان هستند، کسانی که اونها یکتا پرست هستند. اهل توحید همین است. وقتی که یک کس رو موحد میگویم، برادرم و خواهر موحدم بعضی من میگویم، این بیان میکرد که کسانی که توحید رو می آموزند، از اهل توحید یکتا پرست شده اند، شرک را، غیر الله، الههای باطل را، طاغوت پرستی را ترک نموده اند، اینها اهل توحیدند، موحدند. موحد کسی است که یکتا پرست است، تمام عملش را به الله انجام میدهد، قصدش تنها الله است، تمام الههای باطل را ترک نموده است، انداد و ارباب و همه را ترک نموده است، تنها الله را اطاعت میکند، به حکم الله حکم میکند، عبادتش را به الله انجام میدهد، دعا را تنها از الله میکند و از الله میطلبد، نیکی و بدی را از الله میداند، دعا میکند به خاطر جلب منفعت، دفع مضرت، تنها از الله، نه از قبر، درخت، نه از انسان، از هیچ چیزی، از مقبره و ایشان کسی دعا نمی کند، از اونها امید هم نمی کند، امیدش تنها الله است، توکل به الله می کند، ترس از الله دارد، محبت الله از همه محبت ها زائد است، کسی را مثل الله دوست نمی دارد. وقتی که ذبح می کند، چیزی را می کشد، بسم الله، به نام الله می کشد، تنها به خاطر الله، نه به خاطر کسی، نه به سر قبر. وقتی دعا میکند تنها به الله ندا میکند، نه به کسی، نه به قبر، نه به ایشانی، به کسی دیگری ندا نمیکند. پس همین انسان قصدش تنها الله است، پس این یکتا پرست است، پس این از اهل توحید است. وقتی که شرک را ترک نموده است، وقتی که شرک را ترک نموده است، پس این توحید است. اما شرک چیست؟ کلمه شرک چی معنی دارد؟ البته شرک در لغت این یک همراه کردن، ضم علما میگن همراه کردن، آمیخته کردن، یعنی همراه شدن و به یک چیز پیوست شدن، این را شرک میگند. شرک این ضدی فرد است. شرک ضدی یکتاگی، ضدی تنهاگی، ضدی یگانگی هست. پس این معنای لغویشه. اما معنای اصطلاحی شرک در اصطلاح عقیده و در اصطلاح علمای اهل سنت و الجماعت میگن که
اولا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شرک رو خودشون بیان نمودند. گفتند من جعل مع الله ندا، من جعل لله ندا، هر کسی که با الله ند شریک رو قرار بدهد، یعنی چیزی رو با الله شریک قرار بدهد، یا در عبادت یا در حکم یا در یعنی دعا بگویم، در چیزی نباشد. اما مختصرا بگیم اگر عبادت، برای که همه چیزی که عبادت شد و عبادت رو وقتی که بغیر الله انجام دادیم این شرکی اکبر است. اما تعریف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عموم شرک است، هم شرک اکبر و هم شرک اصغر. من جعل لله ندا، هر کسی که با الله ند شریک قرار میدهد. و این سخنشان در حدیث آمده است: الشرک ان تجعل لله ندا وهو خلقك. شرک این چیست؟ با الله شریک قرار بدهی در حالتی که الله تو رو خلق کرده است. با الله شریک قرار بدهی یعنی با الله کسی رو مانند بکنی، الله رو اطاعت نکنی، شرک تعطیل و سلب، یا که با الله کسی رو تشبیه بکنی، یا که عبادت رو بغیر الله انجام بدهی، یا که دعا رو از غیر الله بکنی، یا که به حکم بغیر الله حکم بکنی. این همه شرک است در حالتی که الله تو رو خلق کرده است. و یکی از صحابگان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن ما شاء الله شئت، آن چیزی که الله خواست تو میخواهی. البته این عباره غلط است. وقتی که الله میخواهد ما بعد از این الله خواست تو خواستی، الله خواست تو میخواهی، این چنین سخن جایز نیست، شرک است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اجعلتنی مع الله او اجعلتنی بله مع الله ندا او اجعلتنی لله ندا، آیا مرا با همراهی الله شریک ساختی، برای الله یعنی شریک ساختی، ند قرار دادی. و خود الله میگه ولا تجعلوا لله اندادا، با الله شریک ند قرار ندید. پس برادرم و خواهری بزرگوارم، این تعریف پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. از این تعریف ما میفهمیم که این هم شرک اکبر و هم شرک اصغر است که حالا ما بیان میکنیم بعد. و اما شرک اکبر را، خود شرک اکبر را ابوبکر صدیق تعریف نمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اقرار کردند، خیلی که در مسند و سنن آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگند شرک الشرک یعنی شرک الاصغر اخفى من دبیب النمل، یعنی شرک اصغر از یک یعنی قدم گذاری مرچه دیده باز پنهانتر است. یعنی به نهایت شرک اصغر یک چیزی چی است؟ نازک است که هر کس فهمیده نمیتواند. خودش به شرک واقع می شود اما بیخبر است، به مانند ریا. بسیار آدم ریاکار است اما بیخبر است، شرک اصغر است. حالا ما میگویم که شرک اصغر از ریای اکبر یا اصغر و غیره در جای خودش شرح میدیم. بعد از این ابوبکر صدیق به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند یا رسول الله ما الشرک الا ما دعی من دون الله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند شرک مگر همین نیست که آن چیزی که بجز الله عبادت کرده شد، او ما عبد من دون الله، ما عبد من دون الله هر آن چیزی که بجز الله عبادت کرده شود، یا که ما دعی مع الله هر آن چیزی که بغیر الله دعا کرده و طلب کرده شد. بله پیامبر اقرار کردند صلی الله علیه و سلم. ابوبکر صدیق در اینجا شرک اکبر رو بیان نمودند که گفتند شرک اکبر شرک است که هر عبادتی که بجز الله بغیر الله انجام داده شد. هر کسی که عبادت رو بغیر الله انجام میده، یعنی سجده آیا عبادت است یا نیست؟ بله عبادت است، برای اینکه الله سجده رو دوست می‌دارد، از سجده خوشش میآید. برای همین امر نموده است که سجده رو تنها به من بکنید. پس هر کسی که سجده رو بغیر الله کرد، رکوع رو بغیر الله کرد، قیام رو بغیر الله کرد، پس شرک رو انجام داده است و غیر الله به کسی دیگری عبادت رو انجام داده است و شرک اکبر کرده است. یا هر کسی که بغیر الله به همراهی الله چیزی دیگری رو، هم الله رو و هم چیزی دیگری رو، انسانی رو، قبری رو عبادت بکند.
پس این مشرک است، شرک اکبر. یا که به عباره دیگر شرک اکبر این کدام شرک است؟ شرکی که یعنی علما میگن منازعه الله تعالی فی خصائصه، منازعه کردن الله در خصوصیت های او. یعنی یک کسی بیاید با الله منازعه بکند، ضدیت به الله بکند و خصوصیت هایی که الله دارد به کسی دیگر بدهد. یعنی الله را به کسی مانند بکند یا کسی را به الله مانند بکند، شرک تعطیل را انجام بدهد، یا کسی را با الله برابر بکند، یا که عبادت را به غیر الله انجام بدهد. یعنی تمام خصوصیت های الله که به ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات دارد. یا که علما میگن این چنین صرف نوع من انواع العبادة لغیر الله سبحانه و تعالی، یک نوع، یک نمود از نمود عبادت را به غیر الله سبحانه و تعالی صرف نمودن، انمی شرک است. این شرک اکبر است. وقتی که ما کلمه عبادت میگیم دانید که هر یک شرک عبادت این شرک اکبر است، صرف نمودن عبادت. پس این شرک اکبر، سخن درباره شرک اکبر رفته شده است. چرا که وقتی که عبادت را انسان به غیر الله انجام میدهد این مشرک شرک اکبر است. کسی عبادت را به غیر الله انجام دهد اون را ما هیچگاه شرک اصغر نمیگیم، شرک اکبر است. برای همین در تعریف ابوبکر صدیق رضی الله عنه را میبینیم که ما عبد من دون الله، هر کسی که بجز الله عبادت بکند، بجز الله کسی دیگر را عبادت بکند. البته الا من عبد من دون الله بگیم، هر کسی که بجز الله را ما عبد من دون الله، این البته طاغوت است. پس هر کسی که بجز الله چیز دیگری را عبادت بکند این شرک اکبر را به وجود آورده و به شرک اکبر واقع شده و از ملت اسلام، دایره اسلام بیرون شده و مشرک شده است. بارک الله فیکم. اما شرک اصغر چی؟ شرک اصغر البته علمای نجد معنای شرک اصغر را بیان نمودند. اولا این ما معنای شرک اکبری که به شما بیان کردیم شیخ عبدالرحمن در کتاب فتح المجید بیان میکنند، نبیره محمد ابن عبدالوهاب، که این اجماع تمام امت است. یعنی این معنی داد شرکی که به شما کردیم تمام امت به همین اجماع کردند که معنای شرک همین است، معنای شرک اکبر همین است. در معنای شرک اکبر سلف این امت، صحابگان، تابعین، تبع تابعین تا امروز هیچ کسی اختلاف نکرده است. و این سخن را شیخ الاسلام ابن تیمیه میگن، ابن القیم الجوزی و محمد ابن عبدالوهاب و نبیره هاشون علمای نجد بیان میکنن که هر کسی که بجز الله چیزی دیگری را عبادت بکند، به همراهی الله چیزی دیگری را دعا بکند، یا یک نمودی عبادت را به غیر الله صرف بکند، انامین به شرک اکبر واقع شده است و در معنی داد شرک اکبر اختلاف نیست. حالا بعد از این که شرک اکبر را فهمیدید که چه معنی دارد، واقع میشیم به بیان شرک اصغر. شرک اصغر یعنی شرکی که شریک دادن به الله اما اصغر است، میده. شرک اکبر از شرک اصغر چی فرق دارد؟ یا شرک اصغر از شرک اکبر؟ وقتی که انسان به شرک اکبر واقع می شود این مشرک است، کافر است. این انسان را مشرک گفته می شود، البته کافر می شود و بعد از وفاتش خالدا مخلدا فی النار است، ابدالابد در آتش جهنم است. یگان عملی خیرش، یگان نمود عبادتش، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه یگان عملش این انسان را نجات نمیدهد. چرا که اصل توحید است. وقتی که شرک اکبر را انجام داد، به شرک اکبر واقع شد، مشرک شد، توحید ندارد. وقتی که توحید ندارد، اصل توحیدش شکست، پس این خالدا مخلدا فی النار ابدا واقع می شود. که یکمین آیتی که می آریم سوره نساء آیت 48 همین رو بیان میکند که الله مشرک شرک اکبر را نمی بخشد،
یعنی ابدالابد داخلی جهنم وارد میشد. عملی خوب کرده باشد هم نجات نمییابد. بارک الله فیکم. اما شرک اصغر صاحبش رو کافر نمی کند، مشرک نمی کند. ما شرک اصغر کننده رو مشرک نمیگوییم. مثلا کسی که شرک اکبر رو انجام داد مشرک میگیم، اما کسی که شرک اصغر رو انجام داد ما این رو مشرک نمیگوییم. ما این رو میگیم که کسی که به یک شرک واقع شد، یا که میگیم یعنی یک نمود شرک دارد، به خودش شرک دارد، شرک دارد و شرک مشرک یعنی مطلقا مشرک کافر شد. اما کسی که شرک دارد این مسلمان است اما شرک معده دارد، بمانند ریا، بمانند قسم خوردن به غیر الله و غیره. و شرک اصغر صاحبش رو خالداً مخلداً فی النار نمی کند. دومین فرق شرک اصغر از اکبر این است که کسی که شرک اصغر رو انجام داد و توبه نکرده وفات کرد این خالداً مخلداً فی النار نمی شود، یا به مقدار شرک اصغری کرده اش در جهنم عذاب می کشد، می سوزد و بعد از این به جنت، عاقبتش جنت است. یا که به جنت حتی نرفته پیش از وی حساب کتاب، در حالت حساب کتاب اگر حسناتش زیاد آید، حسنات زیاد، عملهای ثواب زیاد داشته باشد، ثواب زیادش یک قسم زیادش نابود می شود و شرک اصغرش را نابود می کند که در این مسئله فیما بعد صحبت می کنیم. بارک الله فیکم. پس این فرق های شرک اکبر و اصغر بود. اما شرک اصغر را علما چی میگن؟ چخیلی که شیخ عبدالرحمن ابن حسن در کتاب فتح المجید، یا که قرة الموحدین، قرة العیون، یا که شیخ حمد ابن عتیق در کتاب ابطال التندید، یا سلیمان ابن عبدالعزیز و اینچنین شیخ سعدی رحمه الله بیان میکنن، میگن که شرک اصغر ان تجعل لغیر الله نصیبا لم يبلغ شرك العباده. یعنی انسان عبادت رو انجام بدهد و در همون عبادتش به غیر الله یک نصیب را گذارد. عبادتش تنها به خاطر الله است، اما یک کمتری قسم کمی عبادتش رو به غیر الله انجام بدهد که به درجه شرک عبادت نرسد، به درجه شرک اکبر نرسد. این تعریف شیخ الاسلام ابن تیمیه همچنین تعریف کردند، یعنی همچنین معنی داد کردند و همچنین معنی داد رو محمد ابن عبدالوهاب و شیخ سلیمان ابن عبدالله در کتاب تیسیر العزیز الحمید در شرح کتاب التوحید و اینچنین حمد ابن عتیق و غیر از علماء عبدالرحمن اسحاق ابن عبدالرحمن و غیره بیان نمودند. و این هم به اتفاق علما هست. اما شیخ سعدی می آیند و میگن که ان تجعل لغیر الله نصیبا ما لم يبلغ شرك العباده او شرك الاصغر وكل وسائل من قول او فعل تؤدي الى شرك الاصغر. یعنی کمی زیادتی میگن، یعنی میگن که هر یک عملی که انسان در همون عمل یک قسمی کم، یک نصیبی کمی رو به غیر الله انجام بدهد و به درجه که به شرک اکبر نرسیده باشد، یعنی یک نسبتی کم از عملش رو به غیر الله انجام بدهد که به شرک اکبر نرسیده باشد و تمام قول و تمام وسیله از سخنهای و عملهایی که انسان رو به شرک اصغر میبرد، این هم گفتند شرک اصغر است. پس ببینید مثال بالمثال يتضح المقال، با مثال آوردن یعنی سخن واضح می شود، مسئله واضح می شود. بارک الله فیکم. یک انسان نمازش رو تماما به غیر الله می خواند، 2 رکعت نماز می خواند به غیر الله، راست به سوی قبر، نمازش رو به اولیا یا به ایشان یا به قبر می خواند. و یک انسان است نمازش رو نیتش تنها به الله است، نماز رو تنها به خاطر الله می خواند، اما در درون نمازش کمی ریا می کند، یعنی خودش رو به گرد و اطرافش بوده انسان ها کمی نشان می دهد.
انمین مثال شرک اکبر و شرک اصغر است. هر کسی که نماز رو اصلش رو بغیر الله انجام میدهد، سجده رو به قبر به ایشان بغیر میکند، پس دانید که این مشرک شرک اکبر شد، چرا که عبادتش رو تنها کاملا 100% بغیر الله انجام داد. و یک کسی نماز میخواند نیتش به الله است اما کمی ریا کرد، این شرک اصغر است. یعنی عبادتش رو یک قسمش رو بغیر الله به دیگر چیزها صرف کرد، یعنی برای نشان دادن، یعنی برای مردم عبادت رو کمی از عبادت رو انجام داد که به درجه شرک اکبر نرسید. انمین شرک اصغر است. بمانندی بگویم مثال دیگر، بمانندی ذبح. یک کس می رود یک ذبح را در نزد قبر میکند، خاص به همون قبر میگد که همین عبادت به صاحب همین قبر است. مزارها زیاد است. امروز سبحان الله در بین مسلمان ها هزارها مزار پیدا شده است که همه اش باطل است و اصلی ندارد. می روند در نزد مزار ذبح میکنند و همین رو همچون یک عبادت بزرگ میدانند. داند که هر کسی که همین عمل رو میکند این مشرک است، شرک اکبر است و صاحبش از دایره اسلام بیرون میشد، کافر است. اگر توبه نکرده بمیرد خالداً مخلداً فی النار است. اما یک نفر ذبح میکند نه در نزد قبر، نه بغیر الله مطلقاً، بسم الله، به نام الله، تنها به خاطر الله ذبح میکند، اما بعد از ذبحش این ذبحش را به همه اعلان میکند، یعنی در همه جا میگوید که من ذبح کردم، ذبح من کرده بزرگ بود و زیبا بود و یعنی این زور است و آن زور است. اینقدر بسیار نقل میکند که یعنی بریا واقع میشود. یعنی یک قسمی از عبادت را به خاطر الله نیو به مردم، یک نصیبی کم را به مردم میکند، یعنی ریاکار است. پس این انسان به شرک اصغر واقع میشود. سبحان الله. پس بدانید که خطر هر دویشان بزرگ است. خطر اول شرک اکبر خالداً مخلداً فی النار است. خطر دوم این است که حتما عذاب میکشد. سوال اینجاست که آیا شرک اکبر و اصغر بخشیده هر دویش نمی شود یا که اصغر بخشیده می شود؟ البته سوره نساء آیتی که در این آمده است، آیتی 48 که الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. البته الله نمی بخشد هر انسانی را که مشرک شده است و در حالت شرک وفات کرده است و بجز شرک دیگر گناه ها را به کسی خواهد می بخشد. علما میگویند که این آیت هم شرک اکبر و هم شرک اصغر را در بر میگیرد. یعنی الله هم شرک اکبر و هم شرک اصغر را نمی بخشد. وقتی که یک انسان شرک اکبر را انجام داد و وفات کرد یا شرک اصغر را انجام داد و وفات کرد، داند که الله سبحانه و تعالی این چنین انسان را نمی بخشد. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، وقتی که دانستی که الله شرک را نمی بخشد و حتما صاحب شرک اگر شرک اکبر باشد خالداً مخلداً ابدالابد در دوزخ در میگیرد، در دوزخ میسوزد، در جهنم باقی میماند، عملهای کرده اون صله رحم، نماز و روزه و حج یا که دیگر از عملها، صدقه و سخنهای نیکش هیچ فایده ندارد، بیهوده است، هباء منثورا، همه عملهاش نابود میگردد. پس باید بترسی، باید از شرک بترسی، باید احتیاط باشی، باید شرک را ترک بکنی تا که نجات یابی. هم شرک اصغر را که شرک اصغر گرچنده که صاحبش را ابدالابد در نار جهنم وارد یعنی باقی نمیگذارد، اما حتما به عذاب گرفتار میکند یا عملهای زیادی خوبهای شما را به خودش نابود میکند. بارک الله فیکم. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله حلقه آینده من ریز، حلقه نوبتی نیز در مسئله خوف از شرک است، چرا که ما در این حلقه عادتا
معنای شرک اکبر و معنای شرک اصغر رو بیان کردیم.